سلام به تمام شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین و میخوایم امروز یک برنامه ویژه و متفاوت تقدیم شما هموطنان خوب میکنم و ایره خوب میفهمین، شاید دیده هم باشین، شاید هستین که سریال لیلا را جور کردیم، ساختیم و دایرکترش هم نوری صاحب است و امروز هم ثبت سریال لیلا است. میبینیم که ریاکشن دوستا چی است و امرشان گپ میزنیم، ببینیم که از نقش های خود راضی هستن یا نه. امی سریال لیلا را که جور کردن چی پیامی داره به هموطنای ما، به بیننده ها، و چی باعث شد که سریال لیلا را ساختن جور کردن. اینا دیگه حتما از نوری صاحب پرسان میکنیم و دیگه کرکترها هم هستن که ببینم کدام صحنه با کی خیلی جالب بود و در این صحنه در این سریال خودم هم هستم، دیدین سریال و آیلین جان هم است در نقش مرزیه که در پشت کامرا است، کامرامین شده و دوستا دیگه همگیش خسته و زله شد، یک چند لحظه وقفه کردن. دیگه ما هم خواستم که یک ولاگ داشته باشم، یک برنامه داشته باشم که در پس صحنه چی جریان داره. دیگه میبخشین دوستای عزیز، بعضی اوقات چی میگه زبانه که میره طرف پشتو، پس کوشش میکنم دری صحبت کنم. خب پشتو دری فرق نمیکنه، هر دویش زبان رسمی افغانستان است و من کوشش میکنم که برنامه را کلا به دری پیش برم. خب باز جا کسی پشتو بلد بود پشتو هم روشن صحبت میکنم، اگر کسی دری صحبت میکردن دیگه دری صحبت میکنیم. تا آخرین ولاگ با ما باشین، جای نروین و چینل هم از خیرتان سابسکرایب کنین و یک کرکتر اینجا پیدا کردم، میرم اولین مصاحبه رو که از پیشان میگیرم اون کی است. شما هم ما باشین، جای نروین، بیاین. من گل نازنین قسمی که داوری کردم در ثبت جریان سریال لیلا هستیم و میبینین که کرکتر خوش اخلاق و خندروی در کنار دارم، لیلا جان یعنی فاطمه جان امیری است. خب ما دیگه در سریال لیلا عادت کردیم کتش لیلا. سلام، خوب هستی؟ علیکم سلام غزل جان، چیا داری؟ خوب هستی؟ انشالله که خوب باشی. یک سلام خاص تقدیم میکنم و برنده گلت، انشالله که همه شما خوب باشین. خوش آمدین دوباره یکی از برنامه غزل جان. تشکر، سلامت باشی گلم. چرا گریان میکنی؟ نه بخدا گریان نمیکنم، زیاد دل چیز که راست است. فکر میکنم شاید که نظرش اعتماد به نفس میگم دیگه، اعتماد به نفسش بالا است ماشاءالله، مقبول هم شده بود امروز دیگه. روز چی میگه؟ روز نامزادیش بود. روز نامزدیم بود، واقعا بسیار خوب بود دیگه، بد نبود. خوب، به نظر خود دمی سریال لیلا که نقش داشتی کدام صحنه به تو بسیار مشکل بود که مثلا نتونستی پیش بری صحیح بدرستی؟ طالت صحنه نیست، شاید صحنه که حمید باشه، شاید کم بر مشکل ایجاد کنه دیگه، نمیفهم دیگه. او به خاطر چی مثلا دلیلش؟ نه دلیل نداره بدون از او، یعنی مثلا زیر تاثیر میری؟ خدا اجازه نمیتم که زیر تاثیر برم، اما شاید بتانم برم. شاید. خب یعنی خودش نمیخواد که زیر تاثیر بره، یعنی زیر استرس بره. خب یعنی شاید در ذهنت هم یک چیز میه. انشالله مثلا باوری است، مختار قوی با استعداد هستی. از کدام نقش دمی سریال که تو به تو داده شده مثلا دوست نداشتی، خوش نداشتی؟ حالا خو یک یعنی در سریال صبرم تو نقش داده نشده بود، اما می سریال لیلا که داده راضی هستم. از تمامش راضی هستی؟ راضی هستم. خب نمقه کرکترها که هست مثلا در سریال لیلا کی را بیشتر دوست داری؟ والا خدای گفته شو سوال است دیگه، مثلا دمی قدر کرکترها دوست داشتن کی را دوست داری؟ نیو تالنت خوشت میاد از پیش؟ خوش دیگه نگوی تو، باز خوش گفتن نمیاد یعنی مثلا دوست داری از کرکترش، از شخصیتش، از گفتارش خوشت میاد کیست؟ دیگه باز دوستا گل ویدیو جور نکنه چیز که راست است، من راست دیگه جواب میدم. زیاد که نقش دوست دارم، یک لیلا حمید زیاد دوست دارم. کی را؟ نقش لیلا حمید زیاد دوست دارم. نقش گفتم خب نقش نه، مثلا کرکترها رو من برات گفتم دمی سریال که تو کار میکنن امیا رو برات میگم. سایکویی از دارم میخوای یک گپ بکشه فهمیدی؟ نه دیگه چیزی که دم دلت است واضح بگو. اما گیره دوست دارم، خاص خودت زیاد دوست دارم. یک نقش لیلا خودم هم زیاد دوست دارم، فاطمه جان زیاد دوست دارم. که حمید خود بال خاص نداشتم دیگه، زنه تا شروع نشده، اما فکر میکنم خوب بچه است. دوست داشتن یک گپ دیگه است، یعنی خوب گفتن یک گپ است، فکر میکنم بسیار خوب است. تشکر، سلامت باشی فاطمه جان. پیامی داری به هموطنان؟
نه خیلی پیام خاصی ندارم، اما میگم که غزل جان حمایت کنین. تشکر. خب هموطنان گل نازنین تا آخر برنامه با ما باشین، جای نروید. خب دوستای گلم، قسمی که لیلا جان گفت که مثلا حمید این حمیدم پیدا کردیم. سلام حمید جان، خوب هستی؟ تشکر. خزال جان خود خوب هستی؟ صحت خوب است؟ تشکر، زنده باشی. مثلا در سریال شاید دیده باشین، قصهشون فهمیده باشین که چه قسم یک سریال بود، واقعا که خوب بود. در سریال لیلا خواهرم میشه و حمید جان که از 11 میشه. خیاشنیم میشی. چند فیصد راضی هستی که از این خیاشنیت بودم؟ 100% راضی هستم، به خاطر که خودت در سریال بسیار مرا کمک میکنی. دوستایی که دیدن قضاوت خواهد کردن دیگه. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنی یعنی که ما مثلا کمکت میکنم بازی خاطر؟ به خاطر که واقعا وظیفه یک خیاشنه را اجرا کردی. تشکر. حمید جان، امی سریالی که خودت نقش داشتی کدام صحنه به تو بسیار جالب تمام شد؟ صحنه تماما صحنه‌ای که دوستا دیدن بسیار جالب است، دیدنی است، هر صحنهش خوبتر است. اما صحنه زیادتر برای من که جالب است امی دیدن لیلا است، چون یک صحنه است که چالش داره، یک چالش است و این بسیار امیدم کرکتر امید که است، یک کرکتری است که شرمنده است و یک کسی است که فکر نو داره نسبت به فکر پدرش و دوستا خود دیدن سریال خو امی قسمتش بسیار جالب است. تشکر، زنده باشی. ما این سوال از همگی میخوایم پرسان کنم، دماغ کرکترها کی را بیشتر دوست داری؟ شخصیتش، از گفتارش، از خودش خوشت میاد؟ از این دوستا خو یکی را باید انتخاب کنی. یکی را انتخاب کنم. خودم انتخاب میکنم. نه خودت خو هر کس خود دوست داره. یک کرکتر که مثلا شما دوست دارین کی است؟ او باشه. نمیتونم. نه چالش از باید بگویی. نه این جوابش گفته نمیتونم فعلا، اما وعده میتونم در جشنواره سریال باز اگر این سوال از ما بکنی او وقت جواب میتونم. خب ما منتظر هستیم دوستای عزیز. تشکر، زنده باشید. تشکر. خب هموطنان گل نازنین تا آخر ولاگ با ما باشین، ببینیم که کی آمده. کی بیاین از الهام جان امی یک چند گپ از یا بشنویم. در این اردویتان بیاین، اردویتان از اردویتان میخوایم، چون دو الهام اینجا داریم ما، یک الهام کلان، یکیش چوچگک خورتره. سلام الهام جان، خوب هستی؟ سلام، خوب هستین؟ ان شاء الله صحت دارین؟ چی حال داری؟ شکر خدا سلامتون. خوب هستی؟ مگذر الحمدلله. خب دوستای عزیز، اینیا که هستن میبینین مثلا در پشت صحنه بسیار زحمت میکشن. از برکت خداوند، از برکت اینیا ما را در سریال میبینین که از صبح تا شام استاد میباشن، هیچ مثلا آرام ندارن دیگه. چطور احساس خستگی میکنین باز یا نه؟ والا خسته خو میشیم دیگه، چاره نیست چی کنیم، مجبور هستیم تحمل کنیم، حوصله کنیم، صبر کنیم دیگه. امروز بسیار گرم هم است هوا، برعکس که امروز از دیگر روزا کده خیلی گرم است و جنجال بسیار زیاد است. خب الهام جان رفت، خیر ممرایشان صحبت‌های خود داشتیم. اینمی که مثلا خود در پشت کامره هستی، چی به تو بسیار مشکل است؟ والا مشکل خود داره دیگه، هر کار مشکلات خود داره، ولی همی که در بیرون ثبت نداشته باشیم به خاطر که اوضاع پاکستان در چند وقت بسیار خراب است دیگه. در بیرون ثبت که می داشتیم ما بسیار جنجال میته، بسیار زیاد. انشالله که جنجالا هم حل شد. با چی میگن شجاله هم ثبت خدا باید بگیریم یا جنجالش هم زیاد است. خب من اینمی سوال از تمام کرکترها کردم، در بین همه کرکترها که در نقش سریال بودن کار کردن، از کی بیشتر خوشت آمد؟ کارشان مثلا تمثیلشان؟ والا همشون خوب کار میکنن دیگه، تو خونه نیست که یک نفر. خب یکی مثلا در بین همه غذا همه که میباشه یک غذا را که از دوست میداشته باشه، در بین دوستا همکارا همه مترسنی یک نفر از کرکترش، از شخصیتش، از گفتارش خوشت میاد کی است؟ اگه حق انتخاب داشته باشم ارشاد جان فرهمنده، چرا که نقش خدا واقعیت بسیار خوب بازی میکنه و با تمام حس و حالا که باید یک نقش بازی کنه با همون سال بازی میکنه نقش خدا. نقش ارشاد جان بسیار خوب پیش بردن، واقعا که همگی از نقشش راضی هستن دیگه. انشالله که دیگه هم بدرخشه. تشکر الهام جان. میکنم بخیر بشین. خداگالی میریم طرف الهام جان کوچک. کوچک نیست دیگه، حالی ببینین ماشاءالله قد ببین داسمان میخوره. سلام، خوب هستی؟ سلام برسه خدمت شما و خدمت بیننده‌هایتان. علیکم السلام. تشکر. ما کوچک گفتم، خرد نیستی ماشاءالله، تو کلان هستی. خود نسبت به الهام جان خودت خرد معلوم میکنی. حالی نمیفهم بگو چند ساله هستی؟
من شکر الحمدلله 23 ساله هستم. 20 ساله دیگه خوب است. چی حال داری؟ خوب هستی؟ خسته نباشی. سلامت باشین، زنده باشین. فضل پروردگار است، خوب هستیم شکر. خبر شدیم که در نقش سریال لیلا، در سریال لیلا خود هم نقش داشتی، راست است؟ بله ما در سریال لیلا نقش سلیم دوست حمید است و همچنان بچه کاکایش است، نقش از اونا را بازی میکنه. از نقش چند فیصد راضی هستی؟ قبلا 100% راضی بودم، حال 99% راضی. چرا کم شد؟ خب خیر دیگه، انشالله که باز میگیم براتون که چی مشکل به چی نبود. دیگه خود نوری صاحب هم میفهمه، خود دوستایی که سر از این بخش ما یک ذره گفتمان داشتیم اونا کلشان دلیلش هم میفهمه. حال خود بو که دمی نقش لیلا قدر کرکتر است که را بیشتر دوست داری از نقشش باشن. دمو سریال نقش لیلا دیگه همین نقش ها را که پیش میبره کرکترها که هستن. کلگی از خودم میگه دیگه اینا رو نه دیگه چیزی که حقیقت است باز دیگه ما حق بگویم واقعا در صحنه‌ای شده که ما در اینجا بودیم نگین جان بهترین نقش بازی کردن. وقتی که اونا صحنه بود که اونا گریه میکنن واقعا کل گریه گرفت دیگه. غیر از او اینجا امی جان است. امی جان بار اولشان است که در عرصه سینما آمدن، واقعا بهترین نقش بازی کردن و من امروز نقششون دیدم، واقعا عالی است. تشکر، زنده باشی. سلامت باشید. خب هموطنای گلم تا آخر ولاگ با ما باشین که دیگه چی گلا را باب میتیم ببینید. خب امیالی که مثلا دوستا دربارش صحبت کردن که مثلا بخش خدایانی خوب پیش بردن، همگی از پیش راضی هستن دیگه، هیچ متوجه نیست بسیار مصروف هم هستی که امرای کی مصروف است چی میکنه نمیفهم. بیاین دیگه هیچ خبر نیست که مثلا لط نخوریم. بیاین ببینیم. اجازه است؟ سلام علیکم. سلام خوب هستی ارشاد جان؟ سلامت باشین. شما خوب هستین؟ صحتمند تشکر. بخیر. اگه بشینین مشکل نیست. این طرف بیاین که کمک. بله یا خب چی حال دارین؟ خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ زنده باشین. بسیار تشکر. سلام برای شما برسه، برای بینندایتان سلام برسه. خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. ما گفتم دیگه بچه فیلم ما زیاد دیگه شاید حتما مغرور شده مصروف آمد، شاید که ما گپ نزن ولی ده فلات نخوریم به خبر آمدیم. نه خواهش میکنم. اولش خب بچه فیلم نیستم، بچه فیلم دیگرها هستن انا اونجا بیرون دولت ششتن. ما بچه فیلم نیستم که باشم هم نه چرا مغرور باشم. خواهش میکنم. بعضی کسا هستن که مثلا یک کمک چی میگه از او تعریف شه و چی بزو مغرور میشه. خودت چطور؟ حتی کدام دفعه شده که مثلا احساس کرده باشی که من بچه فیلم هستم یا مرا کلی خوش کردن دیگه باید یک کمک هوای خودت چینج کنی شده؟ والا نه ما او رقم عادت ندارم. در ضمن راستش تو کدام چی میگن کسی هم نیستم، کدام ویژگی خاص هم ندارم که تعریف شوه از من که باز تعریف شوه من مغرور شوم. تعریف هم اگر شده کوچک نوازی کردن یا لطف کردن دوستا تعریف کردن، ولی نه است غرور و مغروریت چیز من خودم هم احساس میکنم ندارم. اما اگر کسی اگه شما احساس کرده باشین که من غرور دارم یا مغرور بودیم دیگه گفتن نمیتونم. خودم تانوز او احساس نکردیم به خاطر که ممرای خودتان قدر پیش از این سلام و کلام نداشتیم دیگه. بار اول از دوستای عزیز که دمی سریال با هم همکار شدیم مگم نمیفهم قدر ما زیاد با هم صحبت نکردیم، گپ نزدیم. فعلا که میبینین اولین بار است که ممرای خودتان صحبت کردم. همون طرز نه مگم ما همیشه همراه همگی صمیمی میشم زود دیگه. ای که نمیفهم رای شما قدر زیاد سلام کلام نداشتیم، زیاد صحبت نکردیم، نمیفهم چرا. خب ثبتای ما و شما قسمی بوده که ثبتای ما معمولا در پروژه قبلی هم که بود پروژه صبرم و فعلا لیلا هم که هست من معمولا ثبتایم تنها میباشه نمیباشم، یعنی که دیگران نمیباشم زیاد دیگه تو فرصتش برابر نشه. شما که میباشین من نمیباشم، من که میباشم شما نمیباشین. به او خاطر این فرصت برابر نشده که صحبت بکنیم یا هم کلام شیم. اما خدا نخواسته تو کدام چیز غرور و گپ سخن نیست مسئلهش، فقط امی که ثبتا روزایش فرق میکنه. تشکر، زنده باشی. امیر ابو که در سریال لیلا خودت نقش داشتی چند فیصد از نقشت راضی هستی؟ راضی بودن از نقش خب باید کارگردان سریال نوری صاحب راضی باشه از نقش که ببینیم راضی هستن یا نیستن. تا جایی که فعلا صحبت میکنن میبینیم که راضی هستن به او خاطر. اما یعنی اگر در اصل بپرسیم راضی باید اونا باشن نه ما، به خاطر اینکه هر کس بدل خودش هیچ کس نمیگه
ماست مترش است ماشین دوغ مترش است یک متل داریم دیگه. کسی را اگه بگی که تو از خودت راضی هستی هیچ وقت کس نمیگه نه من از خود راضی نیستم. من خودم یعنی در نقش خود تا جایی که کوشش میکنم که موفق باشم و خوب پیش برم و راضی بودن و راضی نبودن دیگه به دست نوری صاحب است. انشالله تا ایدم خو ماشاءالله خوب درخشیدین، همگی هم از نقشتان راضی است، از کارتان راضی است دیگه. انشالله دیگه که دیگه هم میدرخشین. یک چالش است که مثلا از همه کرکترها ما پرسان کردیم، دمی نقش لیلا که همه کرکتر است کی را خود بیشتر دوست داری؟ در سریال لیلا که است کرکتر کی را زیادتر دوست بله امی کرکترها که همگی است، مثلا دوستا هم کارا کی را بیشتر دوست داری؟ والا دو نفر است که هاشمی صاحب است که نقش کریمه داره و یکی هم خاموش صاحب است که نقش جمال داره. این دو نفر دیگه اینا دو نفر انتخاب کردن بازم خوب بود. بعضی کسایی چی انتخاب نکردن راستی یادم نره که نگین جان در بخش لاله به خاطر اینکه زیادتر ثبتایم کتش بوده نقش از نام خوشمه به خاطر اینکه مثلا خوب موفق است خوب پیش میره. بله دیگه اون نقش من ندیدیم تا نوزه. خو شما هم بیننده باشین، ما هم دیگه انشالله که همگی عمود خوب درخشیدن دیگه. انشالله که ببینین بیننده باشین. تشکر. چیزی پیام داری به هموطنا؟ تشکر. زنده باشین. فقط موفقیت میخوایم برای همگی. زنده باشی. وقت خوش. خب هموطنا گلم تا آخر ولاگ با ما باشین که دیگه چی میشه میبینین. سر چوکی ششته میکنه دربار اینه دیگه قرار که ششته از حال دنیا هیچ خبر نه. سلام آیلین جان. سلام خوبین بخیر من شکر. چی حال داری؟ چی حال چی احوال؟ سلامت باشین. نه بشینیم یک چند دقیقه. ما بشینم میام بشینه کیام خسته شدم. مام چطور هستی؟ سلامت باشی گلم. خب با بار اول آیلین جان در سریال لیلا نقش داشتم، چی احساس داری؟ احساس خوب دارم، خیلی احساس خوبه ولی نمیفهمیدم اصلا که من رول میتونم یا نمیتونم و خیلی خوب بود برام. اصلا کدام نقش به تو بسیار مشکل بود؟ نقش هنوز تو نشده که بر مشکل شده باشه، هنوز نامده تو نقشه. از نقشم راضی هستم. چند فیصد؟ 100% البته. نقش سخت برام نامده کور نتانم اما شده التانستیم. روزای اولی که ما در روی صحنه نبودم در پشت کامرا بودم خیلی ترس داشتم که ما میتونم نمیتونم. خیلی ترس. وقتی که روز اولی که در روی صحنه آمدم خیلی برام آسان بود. خب بسیار خوب. دیگه خود بگو که دمی سریال لیلا کدام نقش به تو بسیار جالب بود که خنده کرده باشی بسیار زیاد؟ البته دمو روزی که میان بچه دیدن البته کریم جان است فکر کنم کریم است دیگه. کریم نه حمید است البته دیگه. امو بود که یک امو خانم نامش البته یادم مادر حمید. امو یک گپ را گفت که سرزوب کلی خیلی خنده کردن. البته با تو هم جالب؟ با من خیلی جالب بود. تشکر آیلین جان. سلامت باشید. خب آخرین گپ دیگه مثلا چالش است از همه کی پرسان کردیم در سریال لیلا اما کرکتر است از نقشی که خوشت میاد از کدام کرکتر زیاد دوست داری؟ البته کلشون نقشه خوبی دارن. کلشون نقشه خوبی دارن. از نقشه کلشون راضی هستم. یک کرکتر است که مثلا دوست می داشته باشی از او خوشت میاد کی است؟ فرق نمیکنه بچه باشه دختر باشه، میتونی آزادانه بگی. نه البته نقشه کلشون خوبش است، خیلی بر من لذت بخش است. خب مگرم بازم که بگم که تو زونه قدر دوست داشتن یا چیزی در برنامه‌شان هم در روزی که صحنه میشه من نمیباشم البته صحنه خودم، ولی صحنه خودت که میباشه البته همکار نازم در صحنه زی میباشم. صحنه خودت البته برام جالب است، خوش دارم. صحنه بر جالب است. خودم نه ما گفتیم کدام کرکتر خوشت میاد؟ ما خبر گفتم که وقتی در صحنه دیگه بودم من نبودم، وقتی که صحنه خودت بوده خودت خوش داشتیم البته صحنه تا آمدیم چیشتیم. تشکر. شوخی کردم امرایت خفه نشی. نه هیچ خفه میشی باستم خوب صحیح خفه شو. نه شیرین نکم. صحنه کلشان جالب است، همشان زحمت میکشن، همشان خیلی زحمت. البته از بگم که کامرامنای ما خیلی زحمت میکشن. الهام جان شیشته دیگه خیلی زحمت میکشن، بس اینا همشان خوب هستن. تشکر. سلامت. خوب با ما باشی.